نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیزان گرامی، رسیدیم به جلسه 11 از شبهات ملحدین. دوستانی که به نسبت نوشته های ملحدین در فضای مجازی یا حقیقی مطالعاتی دارند، شاید دقت کرده باشند به نسبت یک نکته این ملحدین خیلی پافشاری میکنن و به نسبت موضوع دیگر اصلا کوچکترین اعتنایی و کوچکترین بحثی در این مورد نمیکنن. حتی چون شخص موهوم دکتر سوها یا دکتر سها که تا به حال مرد و زن بودنش هم برای من مشخص نشده و اینکه مدرک علمی این شخص هم که برای خودش دکترای را قائل شده به نسبت کدوم رشته علمی دکترا داره این هم تا به حال مشخص نشده. این شخص هم اگر کتاب دکتر سها را که به نام نقد قرآن در حدود 1000 صفحه از فکر و خیال و وهم خودش در مقابل قرآن ورقها را سیاه کرده کسی مطالعه بکنه، این نکته را که بنده میخوام بگم خوب متوجه خواهد شد. دقت بکنید، به نسبت یک موضوع خیلی اهمیت میدن و به نسبت این موضوع خیلی بحث ها کردن و به نسبت موضوع دیگر که اونم خیلی مهمه اصلا کوچکترین اعتنایی نمی کنن. اون موضوعی که ملحدین به نسبت اون در کتابهای خودشون علیه اسلام و علیه قرآن خیلی نسبت به اثبات این مسئله اصرار دارن، انکار خداوند متعاله. بیشتر روی این مانور میدن، بیشتر رو فکر جوانها روی این موضوع مانور میدن، اما به نسبت اثبات قیامت و به نسبت زندگی بعد از مرگ کوچکترین اعتنایی ندارن. چرا؟ چون که الله متعال در کتاب پاک خودش چنان آیات صریح و واضح به نسبت ذات و صفات خودش هم نازل کرده و به نسبت زنده شدن بعد از مرگ انسان هم الله متعال چنان دلایل واضحی را برای انسان ارائه دادن که معذرت میخوام انسان عاقل که نه، انسان کم عقل ترین انسان هم خیلی راحت میتونه به زندگی بعد از مرگ ایمان بیاره. و چنین اشخاصی همیشه بودن، در زمانهای گذشته هم بودن و در زمان حال هم چنین اشخاصی در جامعه وجود دارن و در آینده هم چنین اشخاصی خواهند بود که قیامت را انکار بکنن، زندگی بعد از مرگ را انکار بکنن. در زمان نبی خدا علیه السلام هم همچین مواردی بوده. از جمله قصه عاص بن وائل پدر حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه. عاص بن وائل از سرکردگان و سرگروهان و فرماندهان قوم قریش شخصیتی بوده در مکه، در مابین کفار و مشرکین مکه، اما منکر قیامت و منکر بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم و منکر توحید خداوند متعال. استخوانی را از قبرستان محله قبرستان مکه استخوانی پوسیده به دست گرفته و به دست همینطور حمایل کرده به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردن. نبی خدا علیه السلام به همراه یاران یا تنها در مجلس گرامی نشستن. عاص بن وائل درست در مقابل نبی خدا علیه السلام قرار گرفته. ففتحوا بین یدیه، میگین استخوان همینطور با دستان خودش خورد کرد، ریزه ریزه کرد، استخوانی بوده پوسیده. بعد این همینجوری انداخت و بعد اون قسمتی را که پوسیده شده بود و ریزه ریزه شده بود برداشت برد و خطاب به نبی خدا فرمودن یا محمد ایبعث الله هذا بعد ما علم. ای محمد به من جواب بده، آیا الله این را زنده میکنه بعد از اینکه پوسیده شده؟ چون مشرکان مکه، چون ابو جهل ها، امیه ها و عتبه ها با این که برای خداوند شریک قائل میشدن، با این که منکر قیامت بودن اما منکر خدا نبودن. ابو جهل بودنش با الله که ذاتی هست آسمان ها و زمین را نگه داشته و اون قدرت لا یزال، از این جهت باور داشته، اما به نسبت زندگی بعد از مرگ انکار میکردن. گفتن جواب بده یا محمد ایبعث الله هذا، الله این را زنده میکنه بعد اینکه اینطور پوسیده شد؟ نبی خدا فرمودن بله، نعم، بله یبعث الله هذا، الله این را زنده میکنه. ثم یمیتک، نبی اصلا فرمودن که بعد الله مثلا شما را هم خواهد کشت. ثم یبعثک، دوباره تو را زنده خواهد کرد. ثم یدخلک نار جهنم، و تو را در آتش سوزان جهنم داخل خواهد کرد. بعد از این واقعه الله متعال آیات خود را نسبت به این واقعه نازل کردند.
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. اولم یر الانسان، آیا این انسان کافر، اینی که منکر قیامت، اینی که منکر زنده شدن بعد از مرگ است، آیا این نمیبینه؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، که ما الله او را از نطفه ناپاکی آفریدیم. فاذا هو خصیم مبین، این انسان را نگاه کن، این انسان کافر دشمن ما شده، دشمنی را با الله شروع کرده. دشمنی چگونه است؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما الله مثالی زده که آیا الله میتونه یا نمیتونه، و نسی خلقه، خلقت خودش را فراموش کرده. قال من یحیی العظام و هی رمیم، با تمام جرأت میگه من یحیی العظام، استخوان‌ها را چه کسی زنده میکنه، و هی رمیم، حال اینکه استخوان‌ها پوسیده. این استخوان‌های پوسیده چطور زنده میشن؟ الله متعال به این سوال بندگان خود جواب داده. قل ای رسول خدا بگو به این کافران یحییها الذی انشاها اول مره، همون ذاتی او را زنده خواهد کرد که اول از نیستی به هستی آورده. ما نبودیم؟ ما کجا بودیم؟ یا ایها الناس، ای انسان ها خوب فکر بکنید، ای جنات خوب فکر بکنید. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در کوچکترین شکی هستین که دوباره زنده شدن بعد از مرگی هست یا نیست، پس شما فکر بکنید به چه چیزی؟ فانا خلقناکم من تراب، که ما شما انسان را از خاک آفریدیم. الله تعالی فرمودن که به خودت فکر بکن. نه الان نمیخوام اطراف بری، حالا به اطراف هم که میخواد بری زیر پات نگاه کن که آیا اون خدایی که زمین مرده را، ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین را بعد از مردن زنده میکنه، ان ذلک لمحیی الموتى، بیشک همون الله که ما را از نطفه ناپاکی آفریده و این زمین مرده را بعد از مردن زنده میکنه، همون الله قادر بر این است که انسان را دوباره زنده میکنه. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا ذاتی که انسان را از نطفه ناپاکی آفریده، اون ذاتی که آسمان ها و زمین را بدون ستونی که دیده بشه نگه داشته، اون ذاتی که نگه دارنده همه چیز، خالق همه کائنات است، آیا او قادر بر این نیست که مردگان را زنده بکنه؟ که بیشک اون قادر هست. لذا ملحدین به نسبت این موضوع هرگز پا را در میدان نمیگذارند. چرا؟ چون آیات قرآن که انسان اگر در این مورد کمترین تفکری داشته باشه خیلی راحت به نتیجه میرسه. یخرج الحی من المیت، قدرت خدا را نگاه کن، از تخم مرغ مرده چطور زنده را بیرون میکنه. و مخرج المیت من الحی، اون ذاتی که تخم مرغ مرده را از مرغ زنده بیرون میکنه. و کذالک تخرجون، به مانند همین الله تعالی فرمودن که شما از قبرها بیرون آورده میشین. این چطور؟ جلوی چشم شما که ما داریم با چشمان خودمون داریم میبینیم که مرده زنده میشه. درختان بعد از مردن زنده میشن. تخم مرغی که داخلش نیست، داخلش جوجه زنده میشه بیرون میاد. ما که قبلا مرده بودیم، نطفه ناپاکی، الله تعالی چطور ما زنده کرده؟ زنده شدن بعد از مرگ برای مردن یک دلیل هست و برای دوباره زنده شدن الله تعالی میلیاردها دلیل گذاشته. منتها انسان به نسبت گروه شما نیمه عقلی میخواد که به این فکر بکنه و تا بر این یقین بکنه. اما ملحدین چون که میدانن که این اگر نوجوانها را، دیگر اشخاص را به نسبت این موضوع متوجه بکنیم زود ایمان خواهند آورد. دکتر سهار من بارها کتابش دیدم وقتی در حال مطالعه بودم، آیاتی که به نسبت اثبات قیامت آورده بود، همون سوالی که الله امتحان میکرد در وسط آیه یک نکته علمی بنابر ظن و گمان خودش از قرآن ظاهرا داره ایراد میگیره، اما پشت سر که الله متعال اثبات قیامت را داره میکنه و به نسبت تفکر انسان الله متعال به نسبت بندش داره تلنگری را میاندازه، اینجا اون آیات را همه را سرپوش گذاشته و از اینا راحت رد میشن. لذا هر وقت هر از گاهی اگر با اشخاص ملحد اگر اینا ملاقاتی کردین، به نسبت این موضوع با او صحبت بکنین، به نسبت خلقت خودش، خلقت آسمان ها و زمین و قدرت الله متعال در نظام کائنات. انشاءالله امیدواریم که الله متعال ما را چنین اشخاصی را به نسبت ایمان آوردن راهنما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.